سلام، به کانال آشپزی با ندا خوش اومدین. میخوای تو خونه به راحتی مربا درست کنی؟ اگه دوست داری ادامه ویدیو رو از دست ندی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن. یه نکته مهم آخر ویدیو میگم که حتما به دردتون میخوره، پس تا انتها همراه باشید. برای شروع کلا به 2 قلم مواد بیشتر نیاز ندارید. من از 1.5 کیلو انجیر استفاده کردم و 1 کیلو شکر. چون سایز این انجیری که من استفاده کردم بزرگه و به نسبت پوست ضخیم تری داره، برای همین من پوستشون رو میکنم. اما اگه سایز انجیر کوچیکه نیازی به گرفتن پوستش حتما نیست. 1 ظرف آب کنارتون بذارید که شیره انجیر باعث سوزش دستتون نشه. اندازه شکر هم به شیرینی انجیرتون بستگی داره. من شکر رو ریختم روی انجیر و 3 لیوان آب ریختم روش. میزان آب هم بسته به مقدار انجیر داره. به مدت 2 ساعت گذاشتم یخچال تا یک مقدار شکر آب بشه و خود انجیر آب پس بده. بعد از یخچال در آوردم و گذاشتم روی حرارت. سعی کنید سرش رو نیمه باز بذارید تا بخار آب خارج بشه. ابتدا شعله رو زیاد کردم، بعد از اینکه جوش اومد حرارت رو کم کردم. هر از چنگایی هم بزنید تا ته نگیره. اگه دوست دارید میتونید با استفاده از یک گوشتکوب کمی انجیرها له کنید. کل این پروسه حدوداً 3 الی 4 ساعت طول میکشه، پس صبور باشین. اگه حس کردید مرباتون به اون غلظتی که میخواید نرسیده، کمی شکر بهش اضافه کنید یا حرارت رو کمتر کنید و درش رو نیمه باز بذارید. برای خوش‌طعم کردنش هم میتونید کمی وانیل بهش اضافه کنید. یه نکته طلایی برای اینکه متوجه بشین مرباتون درست شده یا نه، یه ظرف رو به مدت نیم ساعت داخل فریزر قرار بدین تا سرد بشه. بعد بیارین بیرون و 1 قاشق از مرباتون رو بریزین روش. 2 دقیقه بهش زمان بدین. اگه خیلی روان نبود یعنی مرباتون قوام اومده و حالا خاموش کنید تا کمی خنک بشه. بعد بریزید تو ظرف دلخواهتون. اینم از مربای انجیر خونگی. مرسی که لایک میکنید.